من تخمیناً روز 30 اپریل در جای کارم بودم که دیدم که زن ناشناس در اینجا آوده فرآمده است با همراهی دو کودکش در درون آغچه وای میکرد. ما جای کارم داد میزدم که وای مرا نمیشنوید. دلشاد حییتو در این منطقه راه آهن کار میکند. با دیدن زنی که میخواست از خود و دو کودکش را در دریای دوشنبه غرق کند به نجات آنها رسیده است. سایتو همو تیزو رفتنی بود. ما موبایل هم وای در رفتن در کجای دایره کدام کاپیدا بیرون بردمش. دلشاد میگوید اول گمان کرد که مادر فرزندان خود را به تماشای دریا آورده است. بعد مشاهده رفتار این زن و مناسبتش به فرزندان به نیت خیری او شبهه کرد. دیدم که درونی آب درآمد. من فکر کردم که значит یگان کور کانی خچا کودکی مایداکیش خواب بوده دستش به وای کودکی کالونیش گریه کرده وای را میزد کشک سنی آب میبرد زن. هنگامی از آب بیرون کردن این زن دلشاد میگوید وضع روانی خوب نداشت. دلشاد در چهرهش زخم را مشاهده کرده است. گفت همین قگاب بود که حالتی مرا نمیفهمه که مون مرا با اولم بگذار من نکی کشیده برو واردم شاید برم. وضع روانیش خونالو بود پارای سرش. همینجا یا نیمی سرش خونالو بود تمام بود. مقامات امور داخلی شهر دوشنبه تا حال اسم آن زن را و همچنین عامل‌های دست به این کار زدن او را شرح ندادند. دلشاد میگوید صحنه‌های آن روز تا دیر در ذهنش نقش بست. روز سیگا بعد همین واقعیت تو خیلی را همین دادیلم وای شده خودم که اکم بردیدگی همین کارا را وای کردم. ترس دادیلم بود. دلشاد میگوید زندگی کلانسالان دشواری‌های خود را دارد. گاه آنها پیش حل آن عاجز میمانند و قصد جان میکنند. ام پدرای مادرای امو گناه خچا باید امو خودش جواب بگه. چی ای کودکی نابالغ را میگیره با همین کارا چی میکنه؟ دیگر هم دلشاد از مردها میخواهد مهربان تر باشند. مقصد عذاب ندهند زنکا که با همین راهو نروند در خانه شد. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه دلشاد حییتو را برای نجات دادن این زن با دو فرزندش قدردانی کرد. دلشاد میگوید آن روز به امر دل و مسئولیتی که احساس میکند به نجات مادر و فرزندانش شتافته است. بزرگترین جایزه برایش نجات جان آنهاست. همون کودک داد میزد گریه میکرد خچسنی عقیب میکشید کلون دخترچه کلونیش برایم خاطر ما دویدم خرد شهروانی خونه برایم گلکو وای کردم کشیدم ای آب گرفتم شد. مقامات گفتند این زن زیر نظارت قرار دارد. همکاران شوهر این زن که در نقطه شستشوی ماشین کار میکرده است از او امام نام بردند و گفتند او زیاد مشروبات می نوشد. یکی از این همکاران امام در صحبتی بدون ثبت گفت از بالای او چندین مراتب مادر و هم همسرش با شکایت به جای کارش نقطه شستشوی ماشین آمدند. دلشاد بعد از نجات کودکان و مادرش از مقامات خواست نشانه آنها را بدهند تا به عیادتشان برود. من میخواهم که برای حال همون کودکو خبردار شد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.